کدومتون خوشخوانتره؟ مبین. خوشخوانتره. من. آره همینجوری نوشتم دیگه. معلومه صداش خیلی بهتره. مثل من یعنی کدومتون خوشخوانتره مثل من؟ بله مبین. خب کدومتون لوستره مثل حامد؟ مشخص کنیم. کدومتون چیه؟ کدومتون لوستره مثل حامد؟ لوستره ها. ایشون مثل حامده. کدومتون بد اخلاق‌تره مثل حسنی؟ نه این قبول نیست. خب کدومتون دیسیپلین تره مثل رسالت؟ با شخصیت تره یعنی. آقا همشون با شخصیتن. کدومتون شیکموتره مثل الان نمیشه بگی. داداش بزرگه. کدومتون عالم تره مثل من؟ نه کدومتون پر حرف تره مثل بعضی از معاصرین؟ بعضی از معاصرین